الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جمیلا. ای پیامبر، به زنان خود بگو اگر زندگانی و آرایش این دنیا را می خواهید پس بیایید من شما را از آن بهره‌ور می سازم و آنگاه شما را به شیوه نیکوی رها می کنم. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اما اگر خدا و پیامبر او و سرای آخرت را می جویید پس بیگمان خدا برای زنان نیکوکاری از شما پاداش بزرگی آماده کرده است. یا نساء